هر ملت را فرزندان دانشور و خردمند، استادان روشنضمیر و محققان بیداردل به آینده روشن میبرند. انسان‌هایی که با انبار خرد خود روزنه معرفت می‌کشایند، واقعاً هم چراغ راهنمای نسل‌های آینده می‌گردند. یکی از چنین شخصیت‌های فدایی علم و دانش، دکتر علم‌های اقتصادی، عالم روشنضمیر، استاد دانشگاه بین‌المللی سیاحی صاحبکاری و خدمت تاجیکستان محمد نظر جمشیدوف میباشد. دوره جوانی دوره خوب زندگی ماست. برای چی؟ برای اینکه اون دوره‌ای که با همسنفان در مشغولیت‌های درسی یا در مشغولیت‌های مهنتی که در زمین‌های دهخانه خواجگی به نام کوی بیشوف همون ناحیه می‌گذشت خیلی فراموش نشونده هستند و همین مهنت حلالی که در همون دوره کودکی بود، شاید به همین دوره زینه به زینه ما به همین سطح رسیدیم و همسنفان من همه‌شان قریب که ما در صنف 16 پسر 16 دختر بودیم، همه قریب که اعلا می‌خواندند و بسیار ذوق خواندن داشتند. شاید که همین ذوق بلند خوانش بود که ما به همین درجه رسیدیم و حالا هم ما با بعضی آنها رفت آمد داریم و هر باری که ما میخوریم از همون لحظه های مکتب خانه و همون لحظه های مهنت شجاعتناک خیلی فکر میکنیم و اندیشه میکنیم. من خاطره های خیلی خوب دارم. استاد جمشیدوف در حقیقت شخصی است که با دانش عمیق، زحمت بی انتها و صداقت صمیمی به کسب خود توانستند در رشد ساحه علم کشور و معارف سهم نظررسی گذارند. سالهای طولانی است که ایشان با محبت و ملت و فرهنگ ملی فعالیت داشته نسل‌های زیادی را در روحیه علم پروری و وطن دوستی تربیت می‌نمایند. در مکتب ما با کارهای جمعیتی مکتب خیلی فعال بودیم و در پروژه‌های خود فعالیتی هم اشتراک می‌کردیم و سرود هم می‌خواندیم. بعضا مرادبک نصرالدینov میگن که چرا تو و علم زدی خود را؟ این خیلی آواز خوشرو داشتی. میگم آخه استاد همه حافظ شوند با کی میکنند کارمند علمی و میخندن و میگن تو به سطح بلندی همون علم هم رسیدی، تو در اگر حافظ هم میبودی به این سطح میرسیدی. شوخی میکردن در بعض شب نشینی ها. اصلا در عائله ما یکی از عمک‌های ما در ساحه سودا فعالیت میکردن. بعد از که ما انتخاب در همون صنف 10 که انتخاب شد، من انستیتوت کاپیراتیوی سمرقند را انتخاب کردم. رحمتی پدر جاشان جنت شود راضی نشدن، گفتن پسر جان تو سلامتیت این خوب نیست، من نمیخوام که تو سمرقند روی، تو در تاجیکستان باید خوانی. من گفتم اگر نخواهید، اگر همون کلند باباگی باشد، اگر ما هم کلند باباگی میزنیم. بعد عمکم آمدن گفتن که من میخوام که تو صاحب محاسبه انتخاب کنی و با راهنمایی عمکم جاشان جنت شد من به تکنیکوم کاپیراتیوی شهر لنین آباد حالا شهر خوجند سال 70 داخل شدم. 72 اون را ختم کردم. با راه خط اتفاق تاجیک مطلبات به جمعیت مطلبات ناحیه مسجد به کار رفتم. 2 سال در بخش تجارت جمعیت مطلبات ناحیه کار کردم و معلمان تکنیکوم شاید که در راهگشایی به علم آنها در دل من مهر علم را کشادند. ارکاد ایوانویچ دابرکاروف، نعیم توختارویچ احمدجانوف بسیار شخصیت‌های دانشمند ساحه کاپیراسی مطلبات شوروی بودند و دست من را راست کردند. و من زاده کوهستان که بودم، وقتی که به این تکنیکوم وارد شدم آنها مرا از دایره همین دانشجوها انتخاب کرده، گفتن که حسن خط زیبا داشته ای، تو با ما همکاری میکنی، همین مسئله بالانس و همین توازن حساب و کتابش با یاردم میکنی. از همون لحظه در دل من نسبت اقتصاد سیاسی، نسبت فنهای جمعیتی که نغز میخوندیم، اعلا میخوندیم و همین اقتصاد سیاسی وقتی که در باره مفهوم‌های اقتصادی حرف میزنن، من با اندیشه‌های خودم رو میگفتم. بعد استاد فتاح بودن جاشان جنت شد میگفتن که جمشیدوف شما باید که بعد از ختم تکنیکوم با کافدره اقتصاد سیاسی دانشگاه ملی داخل شوید. گفتم استاد قبول. محمد نظر جمشیدوف
25 ایون سال 1954 در دهه پدسک ناحیه مسجو به دنیا آمده است. از ایام کودکی راستقولی و مهنت‌دوستی را اختیار نموده، مهر کتاب و دانش در وجودش جوش می‌زد. این پیوند و عشق و علاقه به کتاب و دانش او را پس از ختم مکتب تحصیلات همگانی زادگاهش به تکنیکوم کوآپراتیوی شهر لنین‌آباد برد. بعداً تحصیلش را در فاکولته اقتصادی دانشگاه دولتی تاجیکستان ادامه داد و سال 1978 آن را با موفقیت ختم نمود. سال 2000 رساله نامزدی حمایت کردن در ساحه بازار مال‌های استعمالی تاجیکستان، راه‌های تشکل و به اعتدال آوردن آن در مثال جمهوری تاجیکستان سال 2000 با سرپرستی استاد زنده یاد صفی الله حبیبش پره حمایت کردم و سال 2019 باز رساله دکتری را در موضوع مسئله های اجتماعی اقتصادی رشد بازار استعمالی جمهوری تاجیکستان، نظریه، متدولوژی و عملیه حمایت کردم با سرپرستی و ناظری استاد زنده یاد صفی الله حبیبش. ما با هم قریب 40 سال در دانشگاه تجارت و انستیتوت تحقیقات علمی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان هم آنجا کار کردیم همراه و هم با در دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان و همه اون فعالیتی که در طول بیش از 40 سال من کردم بیشتر در مسئله های سودای داخلی جمهوری تاجیکستان از آن جمله بازار استعمالی جمهوری تاجیکستان که اکثرا مردم تاجیکستان این بازار را خوب میدانند، چون که قریب که هر روز از این بازار برای قطع لایمود دسترس کردن می‌درآیند و همه انمون پرابلم ها و مسئله هایی که در این بازار بود ما با استاد تحقیق کردیم. در زیاده از 200 مقاله های علمی تحقیقاتی که تا به امروز نشر شدند، اون مونوگرافیا کتاب های درسی که با گریف وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان چاپ کردیم و امروز قریب که اکثریت دانشکده و دانشگاه های جمهوری از آنها می آموزند، برای فعالیت علمی تحقیقاتشان استفاده می کنند. استاد پروفسور جمشیدوف هنوز سالهایی که ما یکجا در دانشگاه دولتی تجارت کار میکردیم، بسیار شخصی خاکسار، شخص زمینی و در جاده علم هم بسیار شخص سرسپرده هستند. تا اونجا که من میدانم در اون با کس شناس هستم، در دانشگاه سابق تجارت هم اون کس عبوری خیلی بلند داشتن و در کدام ساحه‌ای که در فرمایشی یا ساحه‌ای که علمی که اون کس کار میکردن وزینه‌های خیلی بلند علمی رساندن تا پروفسوری. این البته شخصی که به این درجه ها میبره بی زحمت نمیشه. پس اینجا خلاصه کردن ممکنه که در جاده علم کس موفقه. در حیات وقتی که استاد سختگیر است در صنفخانه چنین استاد رو کم اعتراف میکنن، بعد وقتی که خط میکنن و به کار میروند و در زندگی همون سخنان استاد یادشان میگوید، با گشتن نزد من اومده عذر میخواهند که استاد ما در زمانش خطا کرده بودیم. اگر همین سخنهای شما، همون سختگیری شما، همون طلباتهای شما نمیبود، ما امروز به این سطح نمیرسیدیم. با اراده قوی و مهنت صافدلانه، محمد نظر جمشیدوف توانست در زمینه علم اقتصاد راهی پرشرف طی کند. سال 2000 رساله نامزدی و سال 2019 رساله دکتری خود را با موفقیت دفاع نمود. فعالیت علمی و تحقیقات عملیش بیشتر به مسائل تشکل و رشد بازار مال‌های استعمالی، اقتصاد بازاری، صاحبکاری خرد و میانه و تأثیر عضویت تاجیکستان به سازمان عمومی جهانی سودا بخشیده شده است. اولین چیزی که من به همین روش علم تکیه کرد، همون طلبات استاد زنده یاد بابا کلان اسامتوش و صفی الله حبیبوف بودن که مقاله ها یک بار، دو بار، سه بار تحریر می‌خوردن و راه های و روش های نشان میدانند که باید که وقتی که مقاله می‌نویسی باید که مقصد، مرام، هدف باید در نزد هر یک همون کارمند داوطلبی که کار علمی میکند باید باشد. و در حقیقت هم من در فعالیت زیاده از 40 سالم هنگام نوشتن یا که آماده کردن
یکی از کتاب‌های درسی که امروز در تمام دانشکده و دانشگاه‌های تاجیکستان آموخته می‌شود تجارت بین‌المللی است. خب اینجا زمینه هست که من سال 89 با اکادمی سودای خارجی فدراسیون روسیه برای تکمیل اختصاص 6 ماه اونجا فرستاده شدم. یعنی در طول 6 ماه من از عالمان بسیار سرسپرده روسیه بسیار استفاده کردم. وقتی که با جهان فعالیت علمی سودای خارجی، سودای بین‌المللی وارد شدم و در دلم همین چیز یک روشنی پیدا شد که من باید که همین کتاب تجارت بین‌المللی نویسم و منبع دیگرش همون گیوگرافی اقتصادی مملکت‌های خارجی که در مکتب میانه استاد زبردست ما میرزا نعمتوف درس داده بودند از همونجا سرچشمه میگیرد. سالهای 2020 که در دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان در موضوع مکانیزم بلند برداشتن صفت و ثمرانکی خدمت‌رسانی‌های آدیتوری در جمهوری تاجیکستان کار علمی خود را دوام داده ایستاده بودم. در همان سال استاد به من یک راهنمایی در سمت ساحه خود بودم. استاد پروفسور محترم بسیار هم نصیحت‌های به ما می‌کردند که بسیارتر کتاب خواندن در کار، بسیارتر در سمت علم که رفتید، آموزگاری سمت بسیار هم بی‌نظیر است. وقتی که در ساحه علم که رفتید آموزگار شدن خواستید، بسیارتر علم آموزید، دانش آموزید و کسب آموزید و آینده به جوانان یعنی یاری خود را رسانید. هم خیلی توصیه ها میدادم. علم اقتصاد این علم بسیار پایگی هست. برای همین هم ما وقتی که با اختصاص اقتصاد شناس وارد شدیم در کورس یکم ما را با اقتصاد سیاسی شناس کردند. یعنی علم اقتصاد سیاسی امروز نظری اقتصاد نام دارد، این پدر فنهای اقتصادی است. وقتی که ما اگر این علم را پوره از بر کردیم درباره مفهوم‌های اقتصاد سیاسی یا نظر اقتصاد معلومات پیدا کردیم، دیگر فنهای اقتصادی آموختنش آسان می‌شود. اقتصاد اگر هم تو تحت لفظی گویم اگر یعنی این همون فعالیت خانوادگی است که پدر اما عائله میتواند که همه روزه زندگیش رو چی حساب و کتاب کند. این فقط یک پول نیست، این طرز زندگی، این طرز عائله داری، این طرز صرفه و سرشته کاری همین در مجموع این علم اقتصاد است. دکتر علم‌های اقتصادی محمد نظر جمشیدوف مؤلف بیش از 200 مقاله، رساله‌های زیاد، کتابی درسی و مونوگرافیا بوده. اثرهای علمی متدی او از جمله سرچشمه‌های با اعتماد علم اقتصاد در کشور محسوب می‌یابند. کتاب‌های لغت اصطلاحات اقتصادی، تجارت بین‌المللی، اقتصاد کارخانه‌های سودا و مونوگرافیای ارزشمند رشد اجتماعی و اقتصادی بازار مال‌های استعمالی در تاجیکستان یکی از دستاوردهای مهمی اوست. از همون مکتب میانه اگر من همون گیوگرافی اقتصادی مملکت‌های خارجی نمی‌دونستم، اگر همون متماتیک خوب ما پیوسته نمی‌آموزاندن، علم جمعیت شناسی استادای ما در ما جا نمی‌کردن، شاید که من به این روز نمی‌رسیدم. برای همین تفکر از مکتب میانه شروع می‌شود و باز می‌گویم که رو به کتاب بیارن. تنها دانش را از کتاب و از استادان زبردست به دست می‌آورند. وقتی که ما انمو استراتژی ملی رشد برای دوره تا سال 2030 جنببست می‌کنیم، وقتی که ما به مدل اندستریالی و اگراری وارد می‌شویم، یعنی ما کایها ساحه تشکل یافته صنعت، کشاورزی، صاحبکاری، سیاحی، امروز اقتصادیات سیاحی یکی از ساحه‌های افضلیتناک و پیشبرنده جامعه ما هست و خود اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در همه پیام‌هایشان و همان سالهایی که رشد سیاحی و رشد ساحه‌های مردمی یعنی فعالیت دست جمعانه‌ای که در دهات و در دیگر کشورها بود، در دهات بود، آن امروز خیلی پیشرفته است و ما امید داریم که نه تنها یک صنعت، نه تنها یک کشاورزی در همین 10 سال بین بعد ساحه سیاحی ما را از همین مشکلی ها بیرون میکند و تاجیکستان یکی از کشورهای پیشرفته
وارد میشد. مقصد مرام ما هم همین است. فعالیت آموزگاری و علمی عالم روشن ضمیر محمد نظر جمشیدов با دانشگاه‌های با نفوذ کشور پیوسته است. سالهای طولانی او در دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان به حیث معلم کلان، دوسنت، راهبر شعبه ماجستراتورا و مدیر مرکز تکمیل اختصاص فعالیت نموده است. از سال 2018 تا به امروز به حیث اجرا کننده وظیفه پروفسور کافدرای اقتصاد جهانی دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان فعالیت می‌کند. در برابر آموزگاری در شوراهای دیسرتاسیونی نیز عضو فعال علمی بوده، راهبر علمی ده‌ها رساله نامزدی و دکتری میباشد. از همون سال 94 که پورا به دانشکده و دانشگاه ها به فعالیت شروع کردیم، در هر واخوری ها با داوطلبانی که میخوان که راه اقتصاد کسب کنند میگویم که آنهایی که اگر در علم جمعیت شناسی، فلسفه، ریاضی، ادبیات، تاریخ اگر پیش‌صف باشند، آنها به یگان مشکلی میتوانند که به علم اقتصاد وارد شوند. چون که علم اقتصاد پیش از همه این علم‌های دقیق هستند، به متماتیکا، به ریاضی، به حساب کتاب عمیق، به آمار، به محاسبی و به آمار. آمار هم یک علم است. چون که امروز افسوس که همین شاگردان ما در تحقیقات‌های علمیشون از استفاده انمون نشان دهنده های آماری کم استفاده میبرند. چون که امروز در علم آیتی تکنولوژی بسیار پیشرفته است، کیبرنتیک بسیار پیشرفته است که برنامه‌های بسیار زبردست دارد که متخصصی که میخواهد که تحقیقات علمی کند از استفاده انمی برنامه‌های کامپیوتری و میتواند که پیشگویی کرده تواند دورنامه‌های آینده اقتصاد معین کند و همون جدول و همون دیاگرام و گرافیک هایی که ساخته میشوند، این همش برای آن است که باید اقتصادشناس همون تحقیقات علمی خودش هم با عکس و هم با طرز بیان همون فکر و اندیشش به هم پیوست کند. در آن صورت وی میتواند متخصص خوب شود. سهم استاد در تیار کردن کادرهای بلند اقتصاد در ساحه علمی اقتصاد بسیار هم نظررس میباشد. استاد سابقه کاری زیاده دارد و شاگردان زیاده در تعلیم و تربیه امروزی جوان سهم خود را گذاشته ایستادند که ما شاگردان از استاد در ساحه علمی اقتصاد و برای آینده رشد اقتصاد یک ذره باشد هم از استاد به خود یک درباره معلومات‌های ساحه اقتصادی به خود گرفته ایستاده ایم. خوشحالی و قناعتمندی این عالم صاحبدل از همه بیشتر در دیدن و شنیدن موفقیت‌های شاگردانش و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور است. او خوشنود می شود وقتی می بیند که اندیشه‌های علمیش به عمل راه یافتند و جوانان با دانش و ذکاوت خود به دیار خدمت می کنند. با گفته استاد، شادی حقیقی عالم در آن است که محصول فکر و علم و عملش در رشد وطن ثمر دهد و چراغ دانش افروخته‌اش در قلب شاگردان همیشه فروزان بماند. استاد زنده‌یاد حکیم قربانوف یکی از اولین دکان‌های فاکولته اقتصادی دانشگاه ملی بودن، میگفتن که محمد نظر اگر خواهی که اقتصادشناسی خوب شوی کرسی را دوست دار. گفتم چرا استاد؟ اگر در کرسی 6 تا توانی تو اقتصادشناسی خوب شده میتوانی، اگر نتوانی تو اقتصادشناسی خوب شده نمیتوانی. معنیش چی؟ معنیش همین که در کرسی که ششتید شما ورق میزنید، میخوانید، تحلیل میکنید، خلاصه برآوری میکنید. اگر خسته بسیار هر طرف که گشتید از شما متخصصی خوبی ساحه اقتصاد نمیبراید. این چیز همه وقت در گوشی من الحاق است و از خاطر من هیچ وقت فراموش نمیشود و هر لحظه به شاگردان همین چیز را میگویم که شاگردان عزیز، مهنت کردن را دوست دارید. اگر شما کرسی به 6 تا توانستن توانید، از شما متخصص حسابدار یا که اقتصادشناس خوب سبزیده به وای میاد. استاد در حقیقت از بسیار استادان دیگری کلی ما از سالهای دانشجویی که تفاوت و فرقیت داشتند، بخصوص در کافدره اقتصادیات و تشکیل صاحبکاری فعالیت میکردند و
استاد پرینسیپنوکی و سختگیری استاد در مد اول بود و گرچند برای درس با استاد می اومدید نزدیک می شدید یا که ادبیات های نوین رو می گرفتید یا که کتاب و دیگر چیزا رو توصیه می گرفتید و در امتحان همون عدالت یگانه پایدار بود. برای همه یک رمزی عدالت از روی دانش و سویه بهاگذاری میکردند و برای همین نسبت استاد بسیار سخنهای نیک، نسبت فعالیت ایشون و خاطره‌های نکو هم زیادند، لیکن بسیار سختگیری استاد در فاکولتیت هم نمونه به چشم‌رس بودند و تا حاضر هم شاگردان افتخار میکنند از چنین دستگیری سختگیری استادان. همون دوره و همون وقت و شاگرد سپاسگزار میگردد که در زندگی برخوردار شود به همون کار، یعنی که از همون چیز بهره میگیرد و پس آن به استاد سپاس میگذارد که سختگیری استاد بیهوده نبوده است. وقتی که من قدم به مکتب عالی یعنی به دانشگاه بین‌المللی وارد میشوم، راهرو همه وقت فکر میکنم که کوشش کنم که هر روز یک مفهوم یا یک کلمه نو به دانشجویان عاید به رشد منبعی ساحه اقتصاد تاجیکستان گویم. یعنی دائم کوشش میکنم که همین آمار 3 ماهه، 6 ماهه، 9 ماهه و سالانه و بچه ها در تخته صنفی می نویسم که اول شروع کنید از همین نشان دهنده های اساسی ساحه، چون در زیر این رقم ها فعالیت مهنتی چندین میلیون، چندین هزار مهنتکشان ما هست و برای همین هم مهنت آنها باید قدر کرد. یعنی این چی معنی دارد؟ یعنی من گفتنیم که هم نظریه و هم عملیه باید پیوست باشند. افسوس که امروز نظریه از عملیه کمتر دور هستند. شاید که همین مشکلی های امروز اقتصادی ما همین باشد که پیوستگی نظریه با عملیه باید که در تمام ساحه‌های اقتصاد ملی ما باید به نظر رسد. و وقتی که من آری از درس به خانه می روم فکر می کنم که من امروز یک چند مفهوم ها را به بچه ها شناس کردم و خرسند می شوم که شاگردان من زینه به زینه به همون علم اقتصادی که امروز ما می خواهیم که آن را پیوسته سازیم و همون وارد شده ایستادند. در برابر کامیابی های علمی استاد صاحب خاندان آباد و با سعادت بوده، عائله‌اش را ستون زندگی و مکتب مهر و محبت می‌داند. فرزندانش در جامعه صاحب مقام مرتبه بوده، با دانش و اخلاق نیک نام خاندان پدر را نامور می‌سازند. دکتر علم‌های اقتصادی محمد نظر جمشیدوف همیشه با افتخار میگوید که در کنار فعالیت علمی بزرگترین کامیابیش فرزندان صالح و تربیت نسل خردمند و وطندوست میباشد. تمام اون فعالیتی که من امروز به دست آوردم پیش از همه دستگیری عائله، دستگیری فرزندان و همین است که از 6 نفر فرزند 4 نفرشان راه پدر را انتخاب کردند، 2 نفرشان اسپیرانتوری ختم کردند، در عرفه حمایه هستند، 2 دیگرشان در ساحه صاحبکاری فعالیت دارند، زندگانیشان خوب است. وقتی که اگر در عائله یکدیگر فهمی باشد، اهلیت باشد، وقتی که عائله برپا کردیم مقصد گذاشتیم که فرزندان هم مثل خود ما پیروی پدر باشند و وقتی که من در سری میز میشستم مطالعه میکردم یا که برای درس‌های من بعد تیاری میدیدم، آنها هم در پهلوی من نشسته همین یا کتاب بدیعی میخوندن یا که سوال‌ها میدادن که چی باید کرد و دائما من مصلحت میدادم که البته وقتی که مکتب خوان بودم من همه روزه روزنامه‌های آنها را نگاه میکردم و باهای گرفته آنها را گرفته تعریف میکردم و اگر باها پسترم باشد میگم هیچ گپ نه پسرم یا دخترم، آینده اگر همین جواب اگر مصلحتی هم انمیخه چیزای اگر اهمیت دید شاید که این دفعه باهای بلند شود. از باهای پس گرفتن نباید رنجی، یعنی انسان البته باهای بلند هم میگیرد باهای پست هم میگیرد و من بسیار شادم که فرزندای من راه من انتخاب کردن و دانشگاه ختم کردن، امروز دائما تکیه‌گاه من هستند و من فخر میکنم که آنها در انتخاب کسبشان خطا نکردند. دکتر علم‌های اقتصادی محمد نظر جمشیدوف برای خدمت‌های شایان و ارزنده‌اش در ساحه علم و معارف کشور و پیشرفت علم اقتصاد با مکافات اعلاچی کاپیراتسیای مطلوبات جمهوری تاجیکستان، دیپلم‌های بین‌المللی
و بیش از 30 سرتیفیکات آموزش داخلی و خارجی قدردانی شده است. او نمونه شخصیت خاکسار و دانشمندی است که علم و معرفت را وسیله آبادی دیار و خدمت به جامعه می‌داند. جوانا بیشتر به کتاب رو بیارند، پدر مادر را احترام کنند و از سخنان آنها نبرند، چون که دائم خوشبختی فرزند را می‌خواهند. آرزوی من همین که می‌خواهم که اون شاگردانی که امروز پیرو من هستند در مهلت معین شده رساله‌های علمیشان را حمایت کنند و دستاوردی که این در طول 3-5 سال گرفتیم به همان مقصد نائل شوند، چون که شاگردان وقتی که به همان مقصد میرسند استادم از این خرسند میشود. هر یک ملتی که فرزندانی با خیرت و فدایی علم و معرفت دارد بیشک به آینده روشن امید بسته میتواند. دکتر علم‌های اقتصادی، استاد دانشگاه بین المللی سیاحی صاحبکاری و خدمت تاجیکستان محمد نظر جمشیدوف از زمره آن چهره‌های روشن است که علم و دانش، فروتنی و خدمت به دیار را محور زندگی قرار داده. روزگارش نمونه عبرت و اندیشه و تحقیقاتش راهنمای معرفت برای نسل‌های امروز و فردا است.